سرب فقط چیزی نیست که در کتاب علوم درباره‌اش می‌خوانیم. سرب در هوایی است که هر روز نفس می‌کشیم. خانم معلم میگوید وقتی بنزین‌ها خوب نباشند و هوا سیاه شود، چیزهای سمی وارد ریه‌های ما می‌شوند. این سم‌ها خیلی تنبل هستند. آرام آرام در بدن قایم می‌شوند. شاید الان چیزی نفهمیم، اما سالها بعد یک دفعه آدم را مریض می‌کنند. من فکر می‌کنم این یک جور مرگ یواشکی است. اما سرب فقط توی هوا نیست. گاهی هم خودش رو توی گلوله ها و ساچمه ها قایم می کند. این دیگر یواشکی نیست. این مرگ خیلی سریع است. پس سرب دو جور انسان ها را از بین می برد. یکی با مریضی می کشد، یکی با خشم. ولی هر دو یک نتیجه دارند. آدم ها را از ما می گیرند و خانه ها را غمگین می کنند. خاله ام می گوید این روزها جوانها بیشتر از قبل به بیماری های عجیب و غریب دچار می شوند. من گاهی فکر می کنم شاید تقصیر همین هوای سیاهی باشد که بالای سرمان است. همسایه ایمان را هم همین چند وقت پیش توی خیابان با گلوله کشتند. من او را می شناختم. او فقط می خواست مثل همه زندگی کند. برای همین من گاهی می ترسم. نمیدانم وقتی بزرگ شدم سهم من کدام یکی است. تخت بیمارستان یا کف خیابان. چه کسی سالها ضعیف شود و ذره ذره تمام شود. چه کف پیاده رو کشته شود. آخرش باز هم یک خانواده سیاه می پوشد. باز هم یک زندگی ناتمام می ماند. من فکر می کنم ما حق داریم هوای پاک داشته باشیم. حق داریم نترسیم و در آرامش بزرگ شویم. پدرم میگوید ما مردمی از جنس طلا هستیم، درخشان و با ارزش. اما من حس میکنم کسی روی ما لایه‌ای از سرب کشیده است. یک لایه زشت و سنگین، خاکستری که نمیگذارد برق بزنیم. برای همین اسم این انشا را میگذارم ملتی از سرب.